اوه تاخی ارتیسیا نحیا شیلادزه. اوه ممایه چند روزه اف بره دانین نوا جاده و گوبشک جهالاتین تاخی نافری دی بیجن. جنچاری وش بر توزا بسر مال مادا دهت خوار اف بره مدانین نوا جاده. چونکی اوه پترج 6 ساله اف جاده جکار کت یکو جاده سرکیه نزیکی 6 گوندن زی باریانه. وش بر هاتنا و چونه ترومبیرین بارهلگر زیان جی به مال مرا گهشتینه. لو ماجی تو خازین دوی هفته دا اف جاده بیت سخبیری کرن اگر نه اوه نچار دبین به ایک جاری جاده دایخین. اوام جلای مستعدنین ازدیات النکه اداره دا صلاته جوگیرانه که دوان تستودا نکردن نه این سروات تستو بپرسن امت آماده اینه یدی تر امنه هیرین افسا یا زیادت اسعاج ما بکن بجی که ماده کشن اف توزو خبر هست بده حتی ایوال الریکام از گفته الریکام چونه طلبنا اف علما پاکوجو بجین دید بخش مال خدا کردن که انما تده بجیل بیابانه تیروچن افغانیت نزیکو و جاده جلای اسعاج خوشت بینین و جلای بیتا هاوینه ده جلای بیتا توس و زیانه توی جلای کن سیارت مازن یه بار هلگر جلای معمل جلای کارگاه دانای اثر کو ایبو اگر هنده کو خانیت ما بین درستن هولاتیان اوجدا دیار کردن که دماغ درست کردن اوی جاده دا چندین رزو باقین هولاتیان بر بوی جاده کتینه و تانوکه قربوی آوان نهات یدان قربو نهات یدان چندین زاویه خلکت کفتیا بر زاویه جی عالم خره هویت بهایت زیرایی سوخت رژیم وبعث صدام حسین 13 فلاحن هویت بهای اردی زربه یا کفتیا بر و قربو نهات یدان درباره ای بابتی ما پیوندی به سروک باجروانی شیلات ذکر لیبرس وامن ندا حدانی که تنها او جاده خدمتگزاری دالوری تشکیل کردن اوجب شوازه که گلک نریکوپیک تاپوتوس کندولند یعنی مروف بیزار بیتن همچی مترسیال سر و شارع های سیارت مازن معامل گلک رخیدی بردام سیارت مازن توی راتین و چون تاخی ارتیزی که بیت لای باشور روش آوای نحیا شیلاتزه که ایکش تاخین کفدن نحیا نوری لسال 2009 اف جاده هاتیه درست کردن اوه نزیکی 6 ساله وکو اولاتیان ده دیار کردن جاده جی کارکتیه نیاتور مارین آرتی نحیا شیلاتزه